آدم اعدای یکدیگرند، بنی آدم اعدای یکدیگرند که در آفرینش زیبت بدترند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را به آنش چه کار؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، بزن بر سر کم بغل شلغمی. بینندگان عزیز، گزارش ما در همین جا به پایان میرسد، اما قبل از خداحافظی سخن آخر را از آقای کمبغل میشنویم که اینا چه گفتنی دارن. ولی آقای کمبغل میشه بگین گفتنیتون فقط در یک جمله؟ آبیران، هر کس خودش درد خدا خوب میفهمد. این مردم هم باید دست خود دستور خود پاک کنند. خب بینندگان عزیز، گزارش ما در همین جا به پایان میرسد. از اینکه تا این لحظه با ما بودین جهان سپاس. شما را به خدای پاک میسپاریم. خداحافظ. با ابراز سپاس و تشکری فراوان از گروه هنری تئاتر معرفت، نمایش کمبغل توسط کارگردانی استاد ذبیح‌الله دانش اجرا شد و کسایی که در اینجا نقش بازی کردند: محمد شریف سروش در نقش فقیرشاه کمبغل، امان الله رحیمی در نقش نفر اینجو، محمد قاسم رسا در نقش پلیس، محمد رازق دلنواز در نقش شاعر، محمد حسین امیدجو در نقش خبرنگار، رضا سرآمد در نقش وزیر، محمد حسین جعفری در نقش فیضسوف، هادی در نقش حاجی قباله‌دار. در این قسمتی از برنامه توجه شما را جلب میکنیم به سرودی از گروه تابش تا تشبیه‌شان تشویق کنیم. سرود تابش تقدیم میکنیم.
فرد آب و خاکی در مشرق محبت خورشید تابناکی در بوسه های با تشکر فراوان از گروه سرود تابش که به کارگردانی نصیر احمد سهرابی بود و تکخوانشم خالق داد احمدی. در اینجا جا داره که از یک هنرمند بی‌مثال دوست داشتنی ترین هنرمند جامعه تقدیر ویژه به عمل بیاریم و این آهنگ با همه آهنگ‌های دیگر با کلیک‌های هنرمندانه او اجرا شد. یه آدم از عظیم به افتخارشان.